کودکان را دوست می داشت. تحت همین عنوان از یکم تا دهم نوامبر سال 2022 در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 71 شهر پنجکین به یادبود سابق سرور این تعلیمگاه آموزگار شناخته نطاق ورزیده تلویزیون سیمای شهر پنجکین گدایی و ناظره حبیبونا یکمین مسابقه شахмат با اقدام رئیس فدراسیون شахмат شهر پنجکین رکتور دانشکده آموزگاری تاجیکستان معظم خان انصاری، صاحبکار شریفوف اسفندیار، فرزندان شادروان فرانگیز دولتجان و همشیره‌شان محبوبه حبیبی، هیئت آموزگاران مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 71 مسابقه شахмат بازی با نظام شویتزری برگزار گردید که در آن 42 نفر مکتب بچگان شرکت ورزیده غالبان با تحفه و افتخارنامه ها سرافراز گردیدند. مسابقه را هیئت داوران شناخته راهبری نموده از بین غالبان 14 نفر را انتخاب کردند. برای بینندگان این برنامه یادبود تاکید می‌سازیم که شادروان ناظره گدایی و سنه 9 ایول سال 1967 در شهر پنجکین در خانواده چهره شناخته حبیب گدایوف چشم به عالم هستی گشوده پس از ختم مکتب میانه رقم 1 و فاکولته فیلولوژی دانشگاه دولتی خوجند فعالیت آموزگاریش را از مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 34 آغاز بخشید. او در این دوره فعالیت در رشد معارف شهر پنجکین سهم ارزنده گذاشت. سال 2000 ناظره گدایی و سرور مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 71 و سال 2005 تا لحظه های واپسین حیات در وظیفه مسئولیتناک معاون اول مدیر شعبه معارف شهر پنجکین فعالیت پرثمر خویش را انجام داد. طوری در بالا اشاره شد ناظره گدایی و در تلویزیون سیمای شهر پنجکین نیز فعالیت نطاقی را همچون سخنگوی ورزیده ادامه بخشید که عین زمان در بایگانی تلویزیون سیما دهها نوارها با صدا و صورت زیبای این بانوی شناخته حفظ می شوند. ایا مادر، ایا زن، خواهر جان، تو را باشد مبارک این دور و دوران. تو محبوب و تو مطلوب زمانی، صفای عمر و زیب خاندانی. تو را بخت بلند بی زوال است، تو را اقبال نیکی بر کمال است. چه خوش در دست تو کشتی کیهان، جهان از جرأت تو ماند حیران. تو هم در کوره ها چویان گدازی، با کف پولاد و آهن نرم سازی. به دستت رول کشتی کبود است، دلم را کوه طلایت ربود است. به نزد دستگاه کار بینم، دل از مهر هنر سرشار بینم. ایا مادر، توی ارباب دولت، توی عالیه حسن و لطافت. صدای قلب تو امن و امانی، تو رمزی صلح مادر در جهانی. جگربندت به تو گلدسته آرد، ورا با مهر دلها بسته آرد. چه زیبا روی مادر، موی مادر، گلارا نکهت دلجوی مادر. ز جان تبریک گویم روز عیدت، مبارک باشد این عید سعیدت. با امر تقدیر پس از بیماری طولانی شادروان
ناظره گدای و 24 فوریه سال 2006 در سن 38 سالگی این عالمی فانی را پدرود گفت. آموزگاران، راهبریت شعبه معارف، آموزگاران مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 71 و اهل خانواده پیوسته از شادروان به نیکی یاد میکنند. امروز در سرزمین باستانی و آهوی و اطلسی ما فصل پاییز حکم میراند و طبیعت همه جا زرنگار است و در چنین ایامی با شکوه طبیعت در فصل مهرگان، در فصل پاییز، هنگام تعطیل تیرماهی خوانندگان مؤسسه های تعلیمی با اقدام فرزندان خواهر شادروان من ناظره جان و با دستگیری به واسطه مکتب شاهمات که آن را یکی از استادان ورزیده سابقه‌دار ساحه ورزش برایمندترین شخصی که ورزش را درک می‌کنند برای رشد آن سهم باسزا دارند در کشور ما کارمند شایسته جمهوری تاجیکستان استاد محترم نعمت جان کاملوف مسابقه اولین ورزشی به خاطر شادروان ناظره گدایوا برگزار گردید و هنگام تعطیل یک گروه نورسان وقت خالی خود را ثمرانات استفاده برده در این مسابقه سهم گذاشتند. راستیده انالین و محبوبی چقدر خودشان داشتن، چقدر خیلی سخنهای ارزنده زیبا در دست خواهرشان گفتم. من حاضر به متانت محبوب حبیبی حیران شدم که با وجود در سن 38 سالگی از حیات با سبب‌های بیماری محروم شدن نازوه نازنین ناطق سخنور بهترین شهر پنجکین آموزگاری و ارزیده سرور همین مؤسسه تعلیمی من باور دارم که ناظره گدایوا را یکان که ما فراموش نکردیم. مهنت آن کس، زحمت آن کس برای تعلیم و تربیت فرزندان ما همه میدانیم. ناظره گدایوا تا فرزندی آموزگار اولین من معلم عزیز من هستم. ما با علم آنها خشت تباری داشتیم. ناظره گدایوا وقتی که در واسه تعلیم عالی میخواندن خواننده مکتب بودن در تمام کنفرانس‌های شهری برآمد میکردم. من تا آواز ناظره گدایوا را گویا که میشنوم از خاطرم نبرمد آواز غلغله‌دار جرندگاسی که میخواندم پرتیا هرگز نگردد این دل من از تو دور پیش چشمانم درخشان است مانند بلور هستی ما پرتیا با هستیت پیوند شد زیر بیرق تو رفتن زیستن سرگرم شد. من همچون شاگردی معلم ناظره گدایوا در چاره‌بینی‌های فرهنگی شهر اشتراک داشتم همراهشان. معلمان شعرهای ایجاد کردهشان رو نیز در خاطر دارم. یکی از شعرهای معلمان به مادرم: چون طفل نوزاد میپایم رهتان ای مادرم. من کنون 40 ساله‌ام لیک کودک بهرتان ای مادرم. کاش می بودم کودکی در پرپیچ من زندگی را سر می کردم با نامتان ای مادرم. دردی که داد خدا از جوشن جانم گذشت لیک مهرتان باشد دوا بخشد شفا ای مادرم. یا خود روزنامه‌نگاری با استعداد راهبری غمخوار دلسوز یاشان جنت باد حضور داریم. این سیما این شخص برای هر یکی ما آموزگاران
عزیز معتبرم. در کدام ساحه کار میکردم؟ از ته دل صادقانه به نفع خلق، به نفع وطن خدمت سزاوار کردم. نمیمیرد. کارش، فعالیتش، زبان شیرینش، مهربانی‌هاش، خنده‌های بزیرش او را زنده می‌دارم. وقتی که نام ناظره گدایی‌ها را به دهان می‌گیرم، در پیش نظر من سیمای زیبا و حلیم و یک شخصی با تمکین و صاحب استعداد پیش نظر می آید. خاطره ها زیادند. معلمه از ته دل و جان آن کس که در آینه آموزگار به دنیا آمده جان و دلشان مکتب بود. حتی وقتی که بیمار بودن صحبت میکردیم میگفتن که من مکتب بیام یگون جان در نمیکند، من سحر خانه روم، من بیمار میشوم. مسابقه شاهمادبازان برای یادبودی ناظره گدای و جنبش شد. در یک فضای تنتنه‌ای از طرف یکی از استادان شاهماد، استاد دانشکده آموزگاری تاجیکستان نعمت جان کامیلوف و دیگر تشکیل کنندگان این مسابقه و 14 نفر غالبان این مسابقه که به دریافت جایهای یکم، دوم و سوم شرفیاب شده بودند، افتخارنامه ها، سپاسنامه ها و تحفه های خاطروی تقدیم کرده شد. مورد ذکر است که ناظره گدای و در برابر آموزگاری و نطاقی و تالیف شعرها نیز مشغول بود. یکی از شعرهای او نام عاشق زندگی را داشت. در این شعر چنین سطرها را او با یک احساس بلند تاکید کرده است: زندگی را دوست می دارم، دوست داشته می میرم من، بهر دوستان مهر داده عاشق می میرم من، اگر کوتاهی کرد با که نی شاد من، شکر گفته هر زمان وردی زبان می میرم من، بعد من یادم کنید ای دوستان، زندگی را دوست داشته می میرم من. واقعا نام چنین بانوها به مثل ناظره گدای و همیشه وردی زبان هاست و چنین انسانها را همکاران، دوستان، پیوندان و عزیزان هیچگاه فراموش نخواهند کرد. تربتش از فیض حق معمور باد، خوابگاهش جاویدان پرنور باد. ایا مادر سری خاکت بمیرم، برای خاکی غمناکت بمیرم. گه گریام به خوابم می درآیی، در آن چشمان گریانم بمیرم. ایا مادر
وقتی خوردیم مادر زی دنیا تو گذر کردی و وقتی خوردیم مادر زی دنیا تو گذر کردی تو مایم را یتیم ماندی پرستاری پدر کردی تو مایم را یتیم ماندی پرستاری پدر کردی ایا مادر 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 فراقی تو مرا محزون می‌دارد ایا مادر فراقی تو مرا محزون دارم و یادت شب نمیخوابم مرا خونی جگر کردی و یادت شب نمیخوابم مرا جگر کردی ایا مادر 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 چشمی من به سوی در کشاید باز می آیی ولی افسوس نمی آیی وطن جایی دیگر کرد
نمیدانم کجا گویم که اشکم دید تر کردی نمیدانم کجا گویم که اشکم دید تر کردی آیا